سلام، خوش اومدید. چند لحظه صبر کنید. موضوعی رو میخوام باهاتون در میون بذارم. خب، قصد دارم در مورد یک جای بسیار بسیار مهم با شما حرف بزنم. بله، درست حدس زدید. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نهادی که همیشه همراه و همه جا پشتیبان بخش خصوصی ایران بوده. میدونم زمان طلاست، ولی اگه یکم به من فرصت بدید توضیحاتی رو در مورد همین نهاد که بزرگترین تشکل اقتصادی و تخصصی ایران هست و 133 سال از قدمتش میگذره رو بهتون میدم. در حال حاضر اتاق تهران بیش از 14,000 عضو داره که از خدمات گوناگونی که این نهاد در اختیار اعضا قرار میده استفاده میکنن. اتاق تهران رو 40 عضو هیئت نمایندگان بخش خصوصی از 4 رشته بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تشکیل میدن که این گروه با رأی مستقیم تمام 14,500 عضو انتخاب میشن. این گروه به مدت 4 سال در هیئت نمایندگان حضور دارن. در جهت تعامل مفیدتر و بیشتر میان اتاق و دولت، 20 عضو هیئت نمایندگان از سوی قوه مجریه معرفی میشن. در نهایت 40 منتخب تهران به همراه 20 تن از دولت 60 عضو هیئت نمایندگان اتاق رو تشکیل میدن که با انتخاب رئیس و 4 عضو دیگر هیئت رئیسه ساختار این نهاد رو تکمیل میکنن. اتاق تهران از 8 کمیسیون تخصصی تشکیل شده: بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و توسعه صادرات، انرژی و محیط زیست، تسهیل کسب و کار، صنعت و معدن، کشاورزی، آب و صنایع غذایی، گردشگری و اقتصاد سلامت ترکیب هسته فکری و مشورتی اتاق تهران رو تشکیل میدن. تلاش در جهت بررسی دقیق موانع کسب و کار در هر کدام از حوزه‌های یاد شده و ارائه راهکارهای دقیق به دولت و مجلس در این زمینه‌ها از مهمترین مسئولیت‌های این کمیسیون‌ها به شمار میاد. اتاق به جهت تسریع در سرعت به خدمات دهی، مرکز تلفن مشاوره‌ای و خدماتی 1866 رو راه اندازی کرده تا مشاوران کارآزموده با بالاترین سرعت و دقت و به صورت رایگان پاسخ‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف مانند امور مالیاتی، بیمه‌ای، تأمین اجتماعی، گمرکی و به خصوص موضوعات مربوط به دریافت کارت بازرگانی رو به صاحبان کسب و کار ارائه بدن. فهرست مشاوره‌های اتاق تنها به شماره تلفن 1866 محدود نمیشه. اتاق با ایجاد زمینه‌های توسعه خدمات در بستر وب سعی کرده تا یک ارتباط آنلاین و مؤثر رو بین پارلمان بخش خصوصی و اعضای خودش ایجاد کنه. به همین دلیل در صورت نیاز فعالان بخش خصوصی به مشاوره در حوزه‌های اقتصادی، مشاوران اتاق پاسخگوی تمامی پرسش‌ها و نیازهای مشاوره اونها به صورت آنلاین هستند. البته لیست خدمات این گونه اتاق با پیگیری‌های لازم در مجاری قانونی مانند جلسات حل اختلاف مالیاتی و مواردی از این دست تکمیل میشه. میزبانی از هیئت‌های خارجی و همچنین اعزام هیئت‌های ایرانی به آن سوی مرزها برای آشنایی فعالان اقتصادی با هم به جهت عقد قراردادهای اقتصادی یکی دیگر از خدمات مؤثر اتاق برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید. مشاوره به سرمایه‌گذاران هر دو طرف و ارائه راهنمایی‌های کارشناسی به آنها توسط اتاق تهران و در جهت توسعه اقتصادی بیشتر کشور صورت می‌گیرد. ارائه کمک‌های مالی به پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی و مهارتی با بهره‌گیری از اساتید نام‌آشنا و سرشناس اقتصادی به 2 صورت حضوری و آنلاین هم دیگر خدمتی است که توسط پارلمان بخش خصوصی به صاحبان کسب و کار و دانشجویان رشته‌های مختلف اقتصادی صورت می‌گیرد. برگزاری دوره‌های MBA برای اعضا و تشکل‌های بخش خصوصی و برگزاری دوره‌های فنی حرفه‌ای مطابق با استانداردهای ویفی اتریش و ICC اتاق بین‌الملل هم دیگر خدمت بزرگترین تشکل اقتصادی ایران است. اتاق تهران برای ارتقاء سطح آگاهی و دانش تشکل‌های کشور برای نقش‌آفرینی مؤثر در فضای اقتصاد ایران برنامه‌هایی را در جهت تقویت و حمایت از این تشکل‌ها در دستور کار خود دارد. یکی از این اقدامات برگزاری مستمر جلسات شورای گفتگو میان فعالان بخش خصوصی تهران و مسئولان استانی برای تسهیل فضای کسب و کار و حل مشکلات بخش خصوصی است. اتاق برای کمک به بخش خصوصی اقدام به حل و فصل اختلافات میان صاحبان کسب و کار و همچنین فعالان بخش خصوصی و ادارات دولتی می کند.
صدور گواهی مبدأ برای انجام فعالیت‌های تجاری یکی از مسئولیت‌های قانونی و مؤثر اتاق تهران در جهت نظم‌دهی به فرایند تجاری کشور است. اتاق تهران با توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی مشارکت در فعالیت‌های خیریه و نیکوکارانه را در برنامه‌های سالیانه خود دارد. آموزش و انتقال تجربیات برای علاقه‌مندان ورود به فضای کسب و کار نیز با ایده راهنمایی آنان به جهت حضور مؤثرشان صورت می‌گیرد. یکی دیگر از خدمات اتاق که با مشارکت اقتصاددانان سرشناس ایرانی انجام می‌گیرد، تألیف کتاب‌های اقتصادی و توزیع گسترده آن در میان اعضاست. همچنین ترجمه آثار برتر روز اقتصادی جهان که به ارتقاء سطح دانش فعالان اقتصادی منجر می‌شود و انتشار مجله آینده‌نگر با هدف گسترش آگاهی بخش خصوصی و توزیع آن در گستره حضور 15,000 عضو لیست خدمات فرهنگی و آموزشی اتاق تهران را تکمیل می‌نماید. ممنونم که وقتتون رو به ما دادید و امیدواریم شما هم به زودی به جمع خدمات گیرندگان اتاق تهران اضافه بشید.